بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البته مصیبت و وبایی که به نام کرونا ویروس امروز جهان بشریت را فرا گرفته است و روز تا روز صف مبتلایان بر این بیماری افزوده ایستاده است و جامعه جهانی را یک حالت ترس و وحشت و ناامیدی فرا گرفته است. از نظر اعتقاد ما مسلمانان این یک ابتلا و امتحان از جانب پروردگار عالمیان است. الله سبحانه و تعالی این مطلب را در قرآن کریم در آیه های گوناگون با حرف های تأکید و قسم بیان داشته است. از جمله در سوره مبارکه بقره چنین می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشیر الصابرین. و قطعا شما را با برخی از امور همچون ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده به صابران الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که هنگامی که به آنها بلای برسد خواهند گفت ما از آن خداییم و ما به سوی او باز می‌گردیم. این صفت صابران است، کسانی که در برابر همه امتحان‌ها و ابتلاها و بلاها و مصیبت‌ها صبر را پیشه می‌کنند. آنها بشارت به بهشت شده اند و صفتشان همین است. در این حالتها میگویند انا لله و انا الیه راجعون. و مراد از آزمایش هدف پروردگار جل و علا شأنه در آیه دیگر در سوره مبارکه ملک چنین بیان شده است: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی همان ذاتی هست که موت و حیات را آفرید تا شما را بیازماید کدامتان کارتان خوبتر و بهتر خواهد بود. یعنی آزمایش الله سبحانه و تعالی در این است که عمل کدام شما بهتر و خوبتر خواهد بود. خب اینجا باز یک مطلب دیگر را میخواهم روشنی بیاندازم. اینکه امروز برخی از مسلمان ها چنین اعتقاد دارند که این بلا و این مصیبتی که امروز آمده است بالای جهانیان به خصوص بیشتر خب عالم غرب را فرا گرفته است، بیشتر کشورهای اروپایی و کشور چین را فرا گرفته است. خب این را نسبت می‌دهند به غضب پروردگار جل و علا شأنه بالای خب انسان‌های غیر مسلمان و انتقام پروردگار از ظالمان و از حق مظلومان. این غلط است، زیرا
این یک وبا و یک بلای هست که این فراگیر است. این مسلمان و غیر مسلمان را جدا نمی کند. این عمومی بشری هست. زیان این به همه می رسد. خدا نکرده این اگر ادامه پیدا کند، این اقتصاد دنیا را فلج خواهد کرد و ضرر و زیان بزرگ بر همه انسان‌های مسلمان و غیر مسلمان خواهد رسید. بنابراین چون ما مسلمان ها نباید که از این شاد و خرسندی داشته باشیم. از طرف دیگر تعلیمات دین ما و روش پیامبر ما صلی الله علیه و سلم چنین نیست که ما خواب در زیان و ضرری کسی شادی بکنیم و خرسندی بکنیم. ما در زیان و ضرری همه بشریت شریک هستیم. ما در انسانیت با هم شریک هستیم. مثل همون مصرع های سعدی بزرگوار که می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما مسلمان ها باید که همیشه دست به دعا برداریم که پروردگارا این بلا و این وبای هلاک کننده و خطرناک را از بالای زمین دور بگردان، از بالای بشریت دور بگردان و انسانها و عالم بشریت را از این خطر نجات بده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و اصحابه.